حقیقت تلخ: سلاح پلاسمایی وجود خارجی نداره. اما ترند این روزهای شبکه‌های اجتماعی و دنیای میلیتاری به کلیدواژه پلاسما گره خورده. خصوصاً بعد از اینکه به نقل از یک منبع داخلی خبری در خصوص دستیابی متخصصین ایرانی به سلاح پلاسمایی منتشر شد. اما همونطور که گفتیم، سلاح پلاسمایی رو فقط در جنگ ستارگان و بازی کامپیوتری میشه دید. اما مسئله اینجاست که چرا؟ دوستان سلام، به مشکات پلاس خوش اومدید. برنامه امروز ما در سال جدید و نخستین روزهای دلنشین فروردین ماه به موضوع بحث برانگیز پلاسما یا در واقع سلاح پلاسمایی اختصاص یافته. علیرغم همه خبرهای عجیب و غریب در شبکه‌های اجتماعی از فناوری مخوف پلاسما در اختیار ایران، حقیقت این ماجرا همچنان در حالی از ابهامه. با وجود ظهور شاخه‌های جدیدی از علوم نوین مانند رایانش کوانتومی، تقریباً در هیچ جای دنیا، چه بسا بهتر بگیم در هیچ جای دنیا در عصر حاضر، سلاح پلاسمایی ساخته نشده. پلاسما قابل انفجار نیست، نمیشه مثل لیزر شلیکش کرد و قطعاً توپ پلاسمایی هم از دسترس خارجه. در عمل فیزیک نیوتنی که مبنای توسعه همه تسلیحات امروزیه، نمیتونه بسیاری از رفتارهای پلاسما رو به درستی تفسیر کنه و شاید راه حل نهایی توسل به فیزیک ریمانی باشه. اگر به مبحث تسلیحات پلاسمایی علاقه‌مندید، این برنامه ویژه شماست. پلاسما به عنوان پرمصرف‌ترین و پر انرژی ترین شکل ماده تعریف میشه. در واقع وقتی دمای یک گاز به حدی بالا میره که انرژی گرمایی اون از نیرویی که الکترون‌ها رو به هسته اتم متصل نگه می‌داره بیشتر میشه، الکترون‌ها از اتم جدا شده و مخلوطی از ایون‌های مثبت و الکترون‌های آزاد ایجاد میشه. پس پلاسما شامل ذرات باردار پرتحرکیه که به راحتی تحت تاثیر میدان‌های مغناطیسی قرار می‌گیرن و به همین دلیل پر انرژی ترین حالت ماده توصیف میشه. یعنی برخلاف جامدات و مایعات که انرژی در پیوندهای اتمی محدوده، در پلاسما ذرات میتونن انرژی بیشتری رو حمل کنن. از طرفی برای تولید پلاسما ما به دماهای بسیار بالا نیاز داریم. به همین خاطر معمولاً در فرایند همجوشی هسته‌ای شاهد تولید پلاسما از گازهای نجیب خواهیم بود. در طبیعت پدیده‌هایی مانند آذرخش، هسته ستارگان و سحابی‌ها حاوی مقادیر زیادی پلاسما هستند. اینطور گفته میشه که در کیهان ما بیش از 90% ماده به شکل پلاسما حضور داره. اینکه آیا واقعاً پلاسما بعد از جامدات، مایعات و گازها چهارمین حالت ماده هست یا نیست، یک بحث فوق‌العاده پیچیده است. به زبان ساده برخی فیزیکدانان پلاسما رو صرفاً یک حالت ایونیزه از گازها در نظر میگیرن، چرا که گذار از گاز به پلاسما ویژگی‌های یک تغییر فاز کلاسیک رو نداره. در برخی نظریه‌های الکترودینامیک، پلاسما بیشتر به عنوان یک محیط با رفتار جمعی خاص در نظر گرفته میشه. از دیدگاه میدان‌های کوانتومی میشه گفت که پلاسما به دلیل برهمکنش قوی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی دارای رفتار متفاوتیه، اما هنوز یک گاز ایونیزه شده محسوب میشه. با این حال امروزه در علوم تجربی عمده فیزیکدانان معتقدند که پلاسما باید یک حالت مجزا از گازها و به عنوان چهارمین حالت در نظر گرفته بشه. اون از قوانین گازهای معمولی پیروی نمی‌کنه. خصوصاً اینکه برخلاف گازها پلاسما میتونه هدایت الکتریکی داشته باشه و نسبت به تاثیرات مغناطیس حساسه. حالا که پلاسما رو شناختیم، باید به کاربردهای نظامی پلاسما بپردازیم تا ببینیم دقیقاً منظور از دستیابی ایران به فناوری پلاسمایی چیه. اوج توسعه تسلیحات پلاسمایی همچون بسیار دیگری از جنگ افزارها مربوط به دوران جنگ سرد بود. دهه 1950 تا 1980 زمانی بود که ایالات متحده و جماهیر شوروی تمرکز بسیاری بر تسلیحات نامتعارف داشتند. به تعبیر تحلیلگران، پلاسما میتونست تبدیل به ابر جنگ افزاری بشه که حتی از تسلیحات اتمی هم پیشی میگیره. با این حال در 4 دهه اخیر به دلایل مختلف این فناوری پیگیری نشد. در تئوری تسلیحات پلاسمایی به دلیل اینکه گفتیم پر انرژی ترین حالت ماده هستن، میتونن در صورت هدایت متمرکز بر نقطه مشخص هدفی رو نابود کنن. این در واقع همون کانسپتیه که در تسلیحات انرژی مستقیم استفاده میشه، از جمله لیزرها و تفنگ‌های میکروویو. با این حال چالش اساسی در هدایت پلاسما وجود داره. پلاسما ذاتاً ناپایداره. در واقع بعد از مدت کوتاهی ناپدید میشه و حتی در مسافت‌های کوتاه محیط غیرآزمایشگاهی امکان هدایت
و متمرکز کردنش وجود نداره. در حالی که در محیط آزمایشگاهی ما میتونیم با پلاسما تقریباً هر چیزی رو برش بدیم. پس در دنیای واقعی با عوامل ناپایدار متعدد نمیشه پلاسما رو همانند لیزر استفاده کرد. دانشمندان برای غلبه بر این محدودیت دو راه حل ارائه دادن. نخست استفاده از میدانهای مغناطیسی و دوم استفاده از امواج فرکانس بالا. به طور مختصر در روش اول باید یک میدان مغناطیسی ایجاد بشه تا پلاسما رو در خود نگه داره. چیزی که بهش پلاسموید میگیم. پلاسموید یک ساختار منسجم و شبه پایدار از پلاسماست که توسط میدانهای مغناطیسی خود محدود شده و معمولاً به شکل حلقه یا کره‌ای از پلاسما دیده میشه. در روش دوم نیز از امواج متراکم رادیویی به عنوان حامل پلاسما استفاده خواهد شد. اما خب در واقعیت هیچ کدوم از این راه‌حل‌ها نتونستن در محیط غیر آزمایشگاهی موفقیت چشمگیری کسب کنن. اینجا یک درگیری بزرگ بین فیزیک نیوتنی و فیزیک ریمانی وجود داره. فیزیک متعارف نیوتنی یا ماکسولی انرژی رو به عنوان یک کمیت اسکالر، پایدار و قابل اندازه‌گیری درونی تعریف میکنه که همه ما دست کم در دبیرستان باهاش آشنا شدیم. اما این نوع فیزیک در توضیح رفتارهای پلاسما ناتوانه. نیوتن فضا و زمان رو مطلق و مستقل از یکدیگر در نظر میگیره. فضا به عنوان یک ظرف ثابت و زمان به عنوان یک جریان ثابت از هندسه اقلیدوسی برای توصیف اونها استفاده میشه. اما فیزیک ریمانی فضا و زمان رو به عنوان یک موجودیت واحد به نام فضا زمان در نظر میگیره. فضا زمان میتونه خمیده باشه و این خمیدگی توسط جرم و انرژی ایجاد میشه. در نتیجه هندسه ریمانی برای توصیف فضا زمان به کار میره. به زبان ساده تر، فیزیک نیوتنی عمدتاً بر نیروهای مکانیکی و گرانشی که نسبیت خطی و سرعت پایین دارن تمرکز داره. اما پلاسما سرعتی نزدیک به نور داره و با پیروی از اصول الکترومغناطیس رفتار غیر خطی داره که ممکنه فیزیک ریمانی بتونه بهتر تفسیرش کنه. اما خب درگیری بین این دو مکتب فیزیکی برای دهه‌ها ادامه داشته و هنوز به نتیجه نرسیده. بنابراین از چیزی که هنوز برای بشر قابل توصیف نیست، امکان ساخت سلاح وجود نداره. پس منظور از سلاح پلاسمایی ایران چی میتونه باشه؟ باید توجه داشت که خبر سلاح پلاسمایی ایران از سمت یک منبع غیر قابل استناد مطرح شده و نیروهای مسلح نسبت بهش واکنش نداشتن. اما اگر این خبر واقعیت داشته باشه، ما 3 احتمال رو براش در نظر میگیریم: لیزر پلاسمایی، موتور پلاسمایی و الکترومغناطیس پلاسمایی. احتمال اول از نظر پیچیدگی فناوری لیزرهای پلاسماییه. لیزر پلاسمایی یک فناوری پیشرفته است که از ترکیب اصول لیزر و پلاسما برای تولید نور با ویژگی‌های خاص استفاده می‌کنه. در این نوع لیزر به جای استفاده از مواد معمولی مانند کریستال‌ها یا گازها، پلاسما به عنوان محیط فعال برای تولید و تقویت نور استفاده میشه. در لیزرهای پلاسمایی ذرات باردار تحت تاثیر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به حرکت در میان که این حرکت میتونه باعث تولید لیزر با قدرت و شدت بالا بشه. این لیزرها معمولاً در طول موج‌های بسیار کوتاه مانند فرابنفش عمل می‌کنند. لیزرهای پلاسمایی به خاطر قدرت بالای خروجی امکان استفاده در سیستم‌های پزشکی رو دارن، اما نقش تخریبگر ندارن. احتمال دوم توسعه موتورهای پلاسماییه. موتورهای پلاسمایی یا یونی نوعی پیشران الکتریکی هستند که از پلاسما برای تولید نیروی رانش استفاده می‌کنند. این موتورها به ویژه در فضاپیماها و تجهیزات فضایی کاربرد دارند. در این سیستم گاز به داخل موتور وارد شده و با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی یونیزه میشه. سپس این یونها با سرعت بالا از موتور خارج میشن و به این ترتیب نیروی پیشرانه تولید میشه. یکی از مزایای موتورهای یونی اینه که برخلاف موتورهای شیمیایی نیازی به سوختهای حجیم ندارن و میتونن به مدت طولانی تری در فضا حرکت کنن. فناوری که میتونه در موشک‌های بالستیک یا تسلیحات ضد ماهواره هم استفاده بشه. در نهایت تسلیحات الکترومغناطیس پلاسمایی نسل نوینی از سلاح‌های انرژی هدایت شونده هستند که از پلاسما برای تولید و ارسال امواج الکترومغناطیس قدرتمند استفاده می‌کنند. در این تسلیحات با استفاده از روش‌های مختلف پلاسماهای پر انرژی تولید میشه. سپس این پلاسماها برای تولید امواج الکترومغناطیس با فرکانس‌های مختلف از مایکروویو تا اشعه ایکس به کار میره. سلاح‌های الکترومغناطیس پلاسمایی میتونن تاثیرات مخربی روی سیستم‌های الکترونیکی دشمن داشته باشن.
این تسلیحات میتونن سیگنال‌های راداری یا ارتباطات مخابراتی رو مختل کرده و به سیستم‌های دفاعی، ماهواره‌ها و دیگر تجهیزات حساس آسیب برسونن. با این توضیح مختصر برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. حالا واضحه که چرا سلاح پلاسمایی در مفهوم اصلی خود دست نیافتنیه، اما به صورت جانبی در برخی دیگر تسلیحات میتونه کاربرد داشته باشه. حتما برامون بنویسید که به نظر شما دستیابی ایران به سلاح پلاسمایی در کدام حوزه روی داده که اینطور سر و صدا کرده.